سلام، روز بخیر. به جلسه هشتم مجموعه آموزش ویدیویی PLC بیکوف خوش آمدید. ممنون از فیدبک هایی که دادید و ممنون از تمام دوستانی که همراه کلاس و در تاریخ ها هفته به هفته دوره ها رو میبینن، هر قسمت رو، و ممنون از این که از کانال یوتیوب من استقبال کردید و خب در مدت این یک هفته تقریباً هر ویدیو آموزشی حدود 20-25 تا ویو خورده بود و مرسی. ما در این جلسه همطور که قبلا گفتم تایمرها و کانترها رو خواهیم گفت، نحوه تعریف برنامه و اینکه یک مختصری در حد شاید 10 دقیقه یک ربع در مورد انواع متغیرها صحبت خواهیم کرد و بدون تلف کردن وقت وارد درس میشیم. من دیگه تمام پروسه رو آماده کردم که وقتمون تلف نشه برای باز و بسته کردن برنامه یا تعریف مجدد. ماژول ها همون ماژول های قبلی هست. من اجازه بدید که دوربین رو چنج بکنم به صفحه نرم افزار. بله. خب ببینید، ما جلسه پیش یک مثال ساده با هم نوشتیم که دستور شرطی بود که موتوری رو قرار بود استارت کنیم و استوپش کنیم. مدار منطقیش رو صحبت کردیم، نحوه اضافه کردن متغیرهای گلوبالمون بود تعریف کردیم. در یه برنامه شرطی نوشتیم که خب الان ما چون میخوایم یه برنامه جدید با تایمر و کانتر بنویسیم عملا نداریمشونو و در قسمت I/O اومدیم دیوایسامون رو تعریف کردیم، ماژولامون رو تعریف کردیم، آوردن ورودی و خروجی، لینک زدناشون رو توضیح دادیم و مپینگ. این جلسه ما تایمر و کانتر رو بگیم و چطوری این تایمر و کانتر رو در برنامه تعریف بکنیم، متغیرهاش رو چطوری تعریف بکنیم و اصلا مکانیزمش چیه. قبل از این که من ببینم بحث زوم چیز درسته، چون خیلی هم دور باشه عملا نمیشه. اوکی. ببینید، ما یک بخشی از درس رو فکر میکنم در جلسه 4 و 5 صحبت کردیم در مورد متغیرهایی که ما داریم در بیکوف و توینکت که میتونیم استفاده بکنیم. اگه خاطرتون باشه در اون قسمت اومدیم در قسمتی بود که در مورد لایبرری ها داشتیم صحبت میکردیم و عنوان کردیم که مثلا هر از لایبرری شما یه دستور مقایسه‌گر رو میارید، یه دستور بزرگتری، کوچیکتری، نمیدونم یه تایمری رو لایبرری ها میارید، خب ورودی و خروجی هاش رو باید تعریف بکنید و فرمت یا در حقیقت دیتا تایپش رو مشخص بکنید. اما یه نکته‌ای که ما صحبت نکردیم، مجبور بودم که در اون تایم صحبت نکنم چون درس خیلی پیچیده میشد در اون جلسه، قسمتی بود مربوط به حالا متغیرهایی که ما تعریف کردیم. مثلا ما اومدیم یک داده ای رو به صورت دابل ورد تعریف کردیم، اومدیم یه داده ای رو به صورت ریل تعریف کردیم. خب اگر این داده چطوری مثلا استیبل هست، اگر تغذیه PLC قطع بشه آیا این داده میمونه یا نه، هر نوع دیتا تایپ مربوط به چه مدل رجیستر هست، اینها رو ما صحبت نکردیم در اون جلسه. ما الان میخوایم اون قسمتی رو بگیم که از قسمت تعریف متغیرها جا مونده و باید در این جلسه بیان کنیم. ببینید، در نرم افزار اگر دقت کنید ما جلسه پیش اومدیم متغیرهایی رو تعریف کردیم، اسمشون رو عنوان کردیم، آدرسشون رو عنوان کردیم و دیتا تایپشون رو عنوان کردیم. اما نکته ای رو که مشخص نکردیم این قسمت اسکوپ بود.
وقتی که شما در اسکوپ بزنید انواع حالتهای مربوط به متغیرمون میاد که خب میبینید الان اینجا متغیر عنوان شده که وریبل گلوبال هست، چون ما اینطوری تعریف کردیم که میخوایم متغیر گلوبال تعریف بکنیم. و در قسمت فلگز ها ما 4 حالت رو اینجا داریم: اینترنال هست، کانستنت هست، ریتین هست و پرزیستنت هست. به غیر از این قسمت شما وقتی که در مین یا در اون پوشه برنامه‌تون، صفحه برنامه‌تون شما میخواید برنامه رو بنویسید، یک همچین جدول تیبلی رو هم دارید که در اینجا هم شما میتونید متغیر تعریف کنید. من قبلا گفتم تفاوتی که وجود داره اینه که متغیری که ما در پوشه GBL تعریف میکنیم به صورت در همه جای برنامه ما میتونیم اینو فراخوانی بکنیم. اگر من اینجا اومدم یه استوپی رو تعریف کردم، این استوپ رو با این تگ نیم در قسمت و هر بلوک برنامه نویسی که ایجاد بکنم میتونم اینو با همین استوپ فراخوانی بکنم. اما اگر در مین بیام در این جدول اینجا بیام و حالا متغیری تعریف بکنم، این متغیرها فقط مربوط به همین صفحه نویسی من هست. حالا ما بیایم اینجا یه متغیر تعریف کنیم، چون میخوایم حالتهای اسکوپ رو بگیم زیاد میکنه. من مثلا یه متغیر تست اینجا تعریف میکنم. نحوه آدرس دیاش رو صحبت کردیم که اگر اینپوت باشه، آوتپوت باشه یا رجستر باشه با یه درصد مشخص میکنیم. دیتا تایپش هم که عنوان کردیم که حالا در قسمت تایمر و کانتر دیتا تایپ رو باید تغییر بدیم. اما اینجا رو میخوایم تعریف بکنیم و صحبت بکنیم. ببینید من الان تست من به صورت ور تعریف شده، یه وریبل ثابت، یک وریبلی که نه مشخص اینپوت نه آوتپوت. و معمولا متغیرهایی رو با حالت ور ما تعریف میکنیم که متغیرهای عددی هستن، متغیرهای رجستری PLC هستن، متغیرهایی هستن که به سخت افزار ارتباطی ندارن مستقیم، چه به عنوان ورودی و چه به عنوان خروجی، و پردازش رو از طریق CPU PLC استفاده میکنن. معمولا ما این کارو میکنیم، یعنی شما میتونید مثلا یه دونه متغیر سخت افزاری خروجی داشته باشید و اینجا وریبل تعریفش بکنید، ولی چون موقعی که PLC میخواد سیکل اسکنش رو ببنده و هر بار که استارت میشه بیاد متغیرها رو بخونه و رجسترها رو پر کنه، اگه تایمری هست، کانتری هست، و بیاد اصطلاحاً اون جدول ایمیج ورودی و ایمیج خروجیش رو بسازه بر روی ورک مموریش، عملاً وقتی که شما هر متغیر رو بر اساس اون ذات خودش، بر اساس اون ساختار خودش درست تعریف بکنید، CPU کمتر زمان میگذاره برای متغیرهایی که شاید در اون لحظه شما نیازش ندارید. در سه حالت بعدی ما حالت وریبل اینپوت آوتپوت داریم. اگر وریبل ما به صورتی بود که ورودی هم بود برای این بلوک برنامه نویسی، خروجی هم بود برای این بلوک برنامه نویسی، به این معنی که شما تصور کنید که یک تگی دارید و این تگ قراره بر روی HMI شما هم یه داده ای رو نشون بده و هم اپراتور بتونه اون داده رو تغییرش بده. عملاً هم به صورت اینپوت برای این پروژه ما قرار کار بکنه و هم به صورت آوتپوت. زمانی که اگه همچین متغیری داشته باشیم باید این گزینه رو انتخاب کنیم: وریبل اینپوت و وریبل آوتپوت. زمانی که شما وریبلی دارید که قرار خروجی این بلوک ما باشه، شما اینو آوتپوت تعریف میکنید. وقتی که یک متغیری داریم که قراره به عنوان ورودی این بلوک برنامه‌نویسی کار بکنه، باید این وریبل رو به صورت اینپوت تعریف بکنیم. یه مدل وریبل هم داریم که تمپ هست، اشتباه گفتم. این هم چیز خاصی نیست، متغیری هستن که شما برای برنامه تعریف میکنید. متغیرهایی هستن که مثلا من یک متغیر دارم
تعریفش میکنم که این متغیر به صورت سیکونسی کار کنه. میام T1 T2 T3 رو در متغیرهام میسازم، ولی به صورت سیکونسی، یعنی میگم اگر T1 اجرا نشد، یعنی اگر این متغیر اجرا نشد، اگر این متغیر استفاده نشد در برنامه، پس T2 و T3 هم نمیتونه استفاده بشه. این قسمت وریبل تمپ حالتهای دیگه هم داره و شرایط دیگه هم میشه براش انجام داد، ولی چیز نرمالی نیست. یعنی شما خیلی کم توی این برنامه‌تون میتونید استفاده بکنید یا پرکاربردی نیست. ما معمولا اگر بلوک تابمون متغیری داشته باشه که ورودی باشه و خروجی و ورودی خروجی باشه، از وریبل اینپوت آوتپوت، وریبل اینپوت و وریبل آوتپوت استفاده میکنیم. در غیر این صورت همون همه رو وریبل تعریف میکنیم که بتونیم پروسه بعدی و بلوک برنامه‌مون راحت بهش دسترسی داشته باشیم و خودمون رو درگیر دستورات یا استراکچر وریبل ها نکنیم. توضیحاتی که ما در مورد این وریبل ها دارم میگم خیلی مختصره. خواهشی که ازتون دارم حتما از PDF بک‌هوف و توینکت استفاده کنید و اطلاعات بیشتری رو از این وریبل ها بخونید. حالا من وریبلی رو تعریف کردم به صورت var یا مثلا این ورودی اینپوت آوتپوت، اما 3 حالت فلگز هم داریم اینجا. کانستنت داریم، ریتین داریم و پرزیست داریم. این 3 تا چیه؟ این 3 تا خیلی مرتبط هست تعریفشون به حالتهای ریست پی. ما 3 حالت ریست داریم در PLC. کولد ریست داریم، وارم ریست داریم و هات ریست داریم. در حالت کولد ریست اتفاقی که در PLC میفته، خب PLC دوباره راه اندازی میشه و از اول دستوراتش رو اجرا میکنه. اگر تایمری هر چیزی که توی برنامه وجود داشته صفر میشه. اگر تایمری مثلا تا 100 ثانیه بعد آن دیلی کار میکرده، روی 50 ثانیه PLC ریست بشه، دوباره این تایمر رو صفر میکنه. در وارم ریست اتفاقی که میفته اینه که خب وقتی که دوباره این ریست میشه، اگر ما یک رجستری رو به صورتی تعریف کرده باشیم که در حالت وارم ریست ولیوش رو حفظ کنه، ارزشش رو حفظ کنه، وقتی که دوباره PLC راه اندازی میشه، اون رجسترهایی که مشخص کردیم دادش حفظ بشه عملا داده میشه. مثلا همون تایمره اگر ما تعریفش کردیم که در حالت وارم ریست باید ارزشش حفظ بشه، اگر تا 50 ثانیه تایم زده و PLC وارم ریست بشه، دوباره که این میاد استارت میشه، اون تایمر خاص ما از 50 ثانیه به بعد زمان گیریش آغاز میکنه. در نهایت در هات ریست اتفاقی که میافته اینه که وقتی که PLC ریست میشه هیچ اتفاقی نمیافته برای تایمرها، کانترها و تمام ریجسترهایی که در روی PLC وجود، حتی اون آخرین ورودی و آخری که فعال بوده، همه اونها در حالت فریز شده بر روی PLC وجود داره و PLC فقط یک بار خودش رو راه اندازی میکنه و دوباره برمیگرده همون خطی که هست. این توضیح رو دادم که حالا برسیم سراغ این فلگز ها. ببینید در حالت کانستنت، وقتی که یه متغیر به صورت کانستنت تعریف میشه، به این صورته که وقتی که PLC ریست میشه ارزشش حفظ میشه. ببینید ارزشش حفظ میشه، نه تایمی که تا گرفته. مثلا اگه یه ورودی آنالوگ ما دمایی رو که گرفته 50 درجه بوده، حالا در حین اینکه PLC ریست شده و حالا اومده داره راه اندازی میشه، دوباره دما تغییر کرده، مثلا شده 53-4 درجه. خب وقتی که PLC میاد بالا، آخرین دمای 50 درجه هنوز یادش هست که همچین اتفاقی بوده و اگر قبل از این که حالا قرار مثلا یک پروسه اتفاق بیفته، بعد از یه تایم اون دمای جدید رو میخونه و دمای قبلی رو عملا تو رجستر خودش ثابت داره، رجستری که این کانستنت رو ثابت کنه. و معمولا ما این کانستنت رو برای ورودی و خروجی های سخت افزاری استفاده میکنیم که آخرین حالت اون ورودی هر رو ما بدونیم چی بوده تو برنامه. من مجبورم اینا رو توضیح بدم چون
ممکنه اگر اینا رو انتخاب اشتباه بکنید فرایند پروسه به مشکل بخوره، حتی اگر نیاز بود ما این جلسه رو طولانی ترش هم بکنیم یا اصلا در 2 جلسه برگزار کنیم. تصور کنید که ما یک اره‌ای داریم و داره این اره کار میکنه. خب این اره توسط یک کیوی در خروجی PLC فعال شده. وقتی که PLC برقش قطع شده و این خروجی به صورت کانستنت تعریف شده، وقتی که PLC دوباره داره میاد بالا تشخیص میده که قبلا این اره رو من فعال کردم، حالا اگه یه فالتی بوده یا هر چیزی بوده طبیعتا باید سریع غیر فعال بشه، یا اینکه یه آلارمی به اپراتور زده بشه که بدون الان من استارت بشم دوباره اره رو فعالش میکنم. این به این صورت. در ریتین اتفاقی که میفته اینه که یه سری داده هایی که ما براش مشخص کردیم به صورت ریتین در حالت وارم ریست PLC اتفاق بیفته دادهش رو حفظ میشه، بقیه نه، که دیگه توضیحات مربوط به وارم ریست رو دادیم و اینکه این ریتین چه کار میکنه. در پرزیستنت اتفاقی که میفته اینه که خب در پرزیستنت ما شرایط مختلفی داریم، بستگی به این داریم که متغیرمون دقیقاً چی هست. اما یه سری از کارهایی که اتفاق میفته اینه که شما آخرین وضعیت ورودی و خروجی رو میتونی داشته باشی و اینکه مثل همون هات ریست عمل میکنه. وقتی که به متغیری به صورت پرزیستنت تعریف بشه، هر فرایندی، هر اتفاقی که روش افتاده دوباره همون در شرایط میاد و اتفاق میفته. یعنی اگر شما یه کلاک دارین یا یه تایمری دارید، مثلا یه تایمری دارید که ورودیشو به صورت شستی تعریف کردید، به صورت لبه تعریف کردید، اگر اون ورودی به صورت پرزیستنت باشه و اون لبه فعال بشه توسط اپراتور، شستی زده بشه و همونجا برق PLC قطع بشه، وقتی که دوباره PLC میاد بالا اصلا کاری به این نداره که الان در اون استارت چه اتفاقی برای تایمر افتاده. آخرین بار تشخیص داده که این پرزیستنت، آخرین مقداری که داشتم لبه رفته بالا و تایمر رو استارتش میکنم. ممکنه خود تایمر استارت نشده اما استارتی که برای ورودی تایمر بوده قبلا فعال شده قبل از اینکه PLC ریست بشه. اگر هم هیچ کدوم از اینها رو ما برای متغیرمون تعریف نکنیم، همه به صورت عملا چیز هست، هر موقع که PLC ریست بشه و برقش قطع و وصل بشه دوباره ریست میشه و مثل کولد ریست عمل میکنه. یه نکته دیگه هم که وجود داره در مورد پرزیست و ریتین، ببینید ریتین، من یه متغیری رو تعریف کردم به صورت ریتین. وقتی که برنامه جدیدی رو روی PLC دانلود بکنم، خب این ریتین من همینطور ریتین میمونه و تغییری نمیکنه. خب مگر اینکه خودم برم در برنامه به صورت آنلاین اون ریتین از حالت ریتین در بیارمش. خب و به صورت اینجوری هستش که وقتی که شما میخواید تغییرش بدی باید در برنامه تغییرش بدی و بعد دانلودش بکنی بر روی برنامه تا این تغییر اعمال بشه. یعنی یه متغیری که از ریتین بوده حالا از ریتین خارجش کنی. حتما برای این کار باید برنامه یک بار دانلود بشه روی PLC. اما در حالت پرزیستن اینجوری نیست. در حالت کانستنت اینجوری نیست. در حالت کانستنت اتفاقی که میفته رید اونلیه. یعنی شما متغیرتون رید اونلی میمونه، یعنی شما در PLC تون در برنامه‌تون فقط میتونید این رو به صورت رید اونلی ببینید، مگر اینکه به صورت آنلاین با PLC ارتباط داشته باشید، متغیر رو پیدا بکنید و بیاین به صورت آنلاین این رو از حالت کانستنت خارج بکنید. خیلی توضیحات داره واقعا. خواهشی که میکنم اینه که حتما اینا رو بیشتر بررسی بکنید و همونطور که گفتم اگر هیچ کدوم شما استفاده نکنید و فقط رو وریبل ساده باشه، عملا هر زمان که PLC ریست میشه اون متغیر مقدارش دوباره صفر میشه. اگر تایمره، اگر کانتر هست، البته یه بخشی هم بستگی به دستورات برنامه شما میتونید تو برنامه اینجوری تعریف بکنید که اگر بنا به هر دلیلی PLC دوباره راه اندازی شد
یا استوپی زده شد، امرجنسی استوپی زده شد، این داده های مثلا تایمر و کانتر و فلان در فلان جا ذخیره بشه، در مثلا در فلان جلسه ذخیره بشه، در نمیدونم، یا اینکه وقتی که دوباره ریست میشه این کانتر هر بار که ریست میشه با عدد مثلا 4 استارت بشه. دیگه اینا بستگی به مهارت برنامه‌نویسی شما داره. خب ما این چیزها رو داریم در این قسمت و باید وریبلامون تعریف کنیم. حالا ما میخوایم تایمر رو تعریف کنیم. تایمرها و کانترها برای اینکه راحت‌تر بتونید تعریف کنید، من این وریبل رو پاک کنم که بعد ما میخوایم بیلد بزنیم برای ما ارور نده که بتونیم تایمر و کانتر رو تست کنیم. خب ببینید من میخوام تایمر رو استفاده بکنم و تایمر رو در برنامه بیارم. کار سخت و پیچیده ای ندارید. هر جا که شما خواستید دستوری رو، لایبرری رو اضافه بکنید در برنامه‌تون، در اون خط برنامه که حالا در این مثال ما خط برنامه‌مون فقط یک هست، ما در اینجا میایم کلید راست موس رو میزنیم و اینسرت اسیستنت رو میزنیم. وقتی که اینو بزنید البته کلید ترکیبی کلید F2 رو هم میتونید استفاده بکنید. وقتی که بزنید وارد این قسمت اینپوت اسیستنت بشین، تمام اطلاعات و چیزهایی که شما میخواید رو دارید میبینید اینجا، که مثلا من یه پروژه تستی دارم و این متغیرها رو دارم و کل پروسه‌تون رو میبینید. حالا من چی میخوام از برنامه؟ من میخوام بیام تایمر تعریف کنم. تایمرامون تو فانکشن بلاک میایم و در زیر مجموعه تایمرهای استاندارد هست. اینها رو ما قبلا با هم دیگه صحبت کردیم که هر قسمت مربوط به چی هست و توضیحاتش رو دادیم و همینطور عنوان کردیم که اگر بخوایم اینا تعدادش اضافه بشه یه سری فیچر پک ها داره که باید به PLC به نرم افزار توینکتمون اضافه بکنیم که بعضیاش رایگان هست و بعضیاش به صورت لایسنسی و با پرداخت هزینه. خب من اومدم در فانکشن بلاک گوشه استاندارد رو باز کردم. در قسمت تایمر، وقتی تایمر رو میزنیم ما تایمر آف دیلی داریم، تایمر آن دیلی داریم و تایمر پالسی داریم. خب میدونید تعداد این تایمرها در بقیه PLC ها شاید بیشتر یا کمتر باشه. مثلا ما فکر میکنم در اون PLC زیمنس ما یه تایمر آن دیلی داریم، یه تایمر ریتنتیو آن دیلی داریم و خب تایمرهای مختلفی داریم، ولی در PLC بک‌هوف ما این سه تا تایمر رو داریم به عنوان تایمرهای استاندارد و با همین سه تا هم شما میتونید پروژه رو داشته باشید. ما تصور میکنیم که به عنوان مثال تایمر آن دیلی رو لازم داریم. این تایمر آن دیلی ما اینپوت که به صورت بولیان هست، توضیحاتش رو اینجا داریم و توضیحات همون توضیح برای تمام تایمرهای آن دیلی در تمام PLC ها ورودی باید فعال بشه و بعد از یه تایمی که در تایمر مشخص میکنیم باید خروجیمون رو فعال کنه و یک قسمتی هم داره که زمان رو براش مشخص میکنه، قسمتی هم داره که برای شما زمان آنلاین رو، یعنی مثلا اگه 10 ثانیه شما تایم دادید در میتونید تایم رو ببینید که حالا در چه ثانیه‌ای الان اتفاق افتاد. خب تایمر آن دیلی رو داریم، راحت شما دابل کلیک روش بکنید یک صفحه به این صورت باز میشه، همه قسمت هاش رو خودش مشخص کرده که در گوشه مین قرار استفاده بشه، به صورت وریبل هست و آیا میخوای به صورت کدوم از این حالت های فلگ ها تعریف بشه یا نه، و تایپش از نوع آن دیلی هست. فقط یک اسم رو ما نیاز داریم اینجا براش بنویسیم که ما مثلا میتونیم بنویسیم که آن موتور، مثلا موتورمون رو میخوایم آن کنیم، بزرگ بنویسم، آدرس و اینها رو هم که تو برنامه ما داریم و تو برنامه استفاده میکنیم. اوکی میزنیم و یه خط برای ما اینجا میاد و این بالا هم متغیرمون ساخته میشه. یک چیز در مورد این آدرس بگم. ببینید ما هر وریبلی در توینکت میتونه یه آدرس داشته باشه.
و شما هر جای برنامه، حالا مثلا ما در این برنامه، در این پوشه پروگرام مینمون داریم می‌نویسیم این تگ ها رو. در حقیقت شما هر جا که در این برنامه بخواید آدرسش رو صدا بزنید، همین تایمر آن موتور استارت میشه و نیاز نیست هر دفعه اینو بنویسید، یک بار تعریفش میکنید. میتونید اینجا آدرسی براش اعمال بکنید، میتونید آدرسی نداشته باشه. اگر آدرسی براش اعمال بکنید، همیشه شما با این آدرس میتونید این تایمرتون رو فراخوانی بکنید و با همون تایم ها و ورودی ها و شرایطی که الان میخوایم براش تعریف بکنیم کار بکنید. اما چون ما در برنامه‌مون پیش میاد که تایمر مشابه کم داریم و اگر داشته باشیم ممکنه شرط‌های اجراشون با هم دیگه متفاوت باشه، کمتر پیش میاد که ما برای اینها آدرس دهی مشخص بکنیم و غالبا بدون آدرس تایمرها یا کانترها تعریف میشه. پس این که اینجا عنوان میشه برای فراخوانی تایمر کاملا مشابه در قسمت‌های مختلف برنامه‌تون. خب ما تایمر آن دیلی ما مشخص شد و اسمش آن موتور هست. اینپوت داریم، PT داریم، کیو داریم و ET داریم. خب اینپوتش چی میتونه باشه؟ ببینید ما برای اینکه اینپوت رو برای این تعریف بکنیم، خب نیاز داریم که ورودی سخت افزار داشته باشیم یا یه رجستری داشته باشیم. ما در تستمون در گلوبال وریبلمون استارت و استاپ رو قبلا به عنوان ورودی داشتیم، پس میتونیم اینجا هم فراخونیش. پس من میام مینویسم که من میخوام استارتم رو فراخونی کنم، همونطور که جلسه پیش تعریف کردیم و شروع کردیم از جدول وریبلمون اطلاعات رو خوندیم. مینویسیم تست پوینت. وقتی تست پوینت رو شما بزنین متغیرهامون میاد که در جدول وریبلمون هست و من استارت رو میزنم. قسمت PT چیه؟ تا اینجا تعریف کردیم که تایمر من وقتی که استارت من خورد و فعال شد، تایمر من استارت بشه. تایممون رو باید در PT تعریف بکنیم. روش تعریف کردن تایم در بک‌هوف خیلی شبیه PLC، خیلی شبیه تیا پورتال زیمنس هست. شما باید تی رو بنویسید، یه دونه شارپ بزنید. حالا من شارپ چون این کیبورد من به زبان ایتالیایی هست یکم سخته. خب تی شارپ، بعد زمانتون رو میزنید. مثلا من تی شارپ مثلا 10 ثانیه. تایمر من میخوام بعد از 10 ثانیه حالا خروجیمو فعال بکنم. کیو رو چی بزنم؟ خروجی من. خروجی هم موتور داشتیم ما، پس باز دوباره میرم سراغ اون جدول وریبلم و موتور رو انتخاب میکنم. اینا رو ما از قبل داشتیم. استارت رو از قبل تعریف کرده بودیم، موتور رو تعریف کرده بودیم، تایم هم کار سختی نبود. در قسمت ET عرض کردم شما میخواید تایم رو به صورت همزمان با تایمینگ رو در حقیقت ببینید همزمان، حالا در یک رجستری یا اینکه در یک تگی روی یک HMI، و اینجا باید در ET اون رو تعریف بکنید. یه چالشی که ما در اینجا داریم اینه که در بعضی از PLC ها شما می توانید در برنامه نویسی این رو به صورت یه رجستر ریل یا دابل اینتیجر تعریف بکنید و مستقیما این رو حالا به صورت باینری یا به صورت دسیمال بخونید. اما در تایمر بک‌هوف شما باید این به صورت تایم تعریف بشه و بعد که به صورت تایم تعریف شد از دستورات کانورت استفاده کنید، حالا تایم رو تبدیلش کنید به دسیمال. پس در این حالت تایمر شما در قسمت ET باید به صورت تایم تعریف بشه. به صورت تایم یعنی چی؟ یه نکته هم هست اینجا، خیلی کار راحتی دارید. ببینید من الان فقط میخوام یه متغیری تعریف بکنم که این رو بعدا فراخونیش بکنم یا در پنلی نشون بدم.
میگم در قسمت ET فقط می نویسم مثلا out time. خب قشنگ نوشتم که من تایم خروجیمو میخوام. به محض اینکه شما اینتر رو بزنید یک صفحه برای شما باز میشه. میگه خب الان داری یه وریبل جدید برای من تعریف میکنی و این وریبل جدید باید جنسش تایپش از نوع تایم باشه و اسمش هم آوت تایم هست. اینو آیا قبول داری یا نه؟ و آیا این کانستنت و ریتینش میخوای فعال باشه یا نه؟ حتی شما کامنت هم میتونید بنویسید. یعنی مثلا من میتونم اینجا بنویسم مثلا is time for PV time present value time. خب یا is for present value time و وقتی که اینو اوکی بزنیم این میاد اینجا برای شما و عنوان میکنی یه متغیری تعریف کردی به اسم time، جنسش از تایپش از تایم هست و این در حقیقت همون present value تایم شماست و دستور ما به این صورت تموم میشه، هیچ اروری داشته باشه و به این راحتی شما عملا تایمرتون ایجاد شد. هر زمان که استارت شما زده بشه بعد از 10 ثانیه موتور شما روشن میشه. به همین ترتیب شما میتونید میتونید موتور رو خاموش هم بکنید، مثلا آف دیلی رو استفاده بکنید و بعد از اینکه حالا موتور روشن شد باز بعد از 10 ثانیه خاموش کنید و حالا مدارات چشمک زن رو ایجاد بکنید و بقیه توضیحاتی که اینجا نوشته. و استراکچر اصلی در تایمر همین هست و تایمر پالسی هم همینطور شما میتونید از اطلاعاتش استفاده بکنید، ورودی و خروجی‌هاش رو براش مشخص بکنید و بتونید استفاده بکنید در پروسه‌تون. یه نکته‌ای هم الان من اینجا دیدم، ببینید در قسمت توضیحاتی که برای هر کدوم از این تایمرها میاد مینویسه که این وریبل اینپوت هست برای بلوکتون، این وریبل هم اینپوت هست برای وریبلتون، برای پوش برنامه‌تون، اما این دوتا در حالت خروجی برنامه قرار میگیره. اینا رو ما در برنامه‌مون که اینجا داریم عنوان نکردیم چون ما این تگ هامون رو در حقیقت از طریق این تست خوندیم. اگر شما بخواید اینجا تگ نویسی بکنید و در اینجا وریبل‌های جدید برای ورودی و خروجی تعریف بکنید باید رعایت بکنید. اگر ورودی رو دارید استفاده می‌کنید اینجا به صورت وریبلتون به صورت اینپوت باشه و اگر آوتپوت رو استفاده می‌کنید باید به صورت اوتپوت استفاده کنید. دوباره میگم بایدی که من میگم فقط برای این هستش که اولا سیکل اسکن برنامهتون اصلاح بشه و برنامه یا سی پی یو پی ال سی درگیر یه سری تگ هایی نشه که شاید شما استفادهش نمی‌کنید. و نکته بعدی که وجود داره اینه که وقتی که یک برنامه نویس دیگه یک فرد دیگری میخواد برنامه شما رو ببینه و بخواد یه سری تغییرات بده بفهمه که این وریبلی که شما تعریف کردید ورودی برنامه است یا خروجی برنامه یا اصلا یه تگ اینترنال هست و خودت به وجودش آوردی و داری در برنامه استفاده میکنی. خب بریم سراغ کانتر. من اینو پاک کنم، این تگ ها رو هم پاک میکنیم. دوباره بیلد رو میزنیم که من ببینم چقدر تایم مونده. خب میریم سراغ کانتر. در کانتر هم باز هم اینجا متغیری نداریم و عرض کردم دوباره اینجا این اسیستنت رو میزنیم. میریم در پوشه کانتر. در پوشه کانتر ما کانتر صعودی شمار داریم، نزولی شمار داریم و صعودی نزولی شمار داریم. ببینید کانترها کسانی که با برنامه نویسی کار کردن میدونن که
کسانی که تجربه برنامه نویسی دارند حتی در حالتهای مقدماتی میدونن که کانترها با لبه کار میکنه و اگر ورودیش و فعال بمونه کانتر صعودی ما یک بار فقط کار خواهد کرد و شمارش رو انجام خواهد داد به سمت بالا و کانتر نزولی فقط یک بار میزنه به سمت پایین و حتما باید ورودی به صورت پالسی باشه. نکته بعدی که در مورد کانتر وجود داره اینه که کانترها قانونشون اینجوریه، وقتی که شما کانتری رو میارید داخل برنامه و اگر کانتر صعودی باشه و یا نزولی باشه، وقتی که شما کانتر برقرار میشه یا اجرا میشه دستورش، خروجیش فعال میشه و شما معمولا ما وقتی از کانتر استفاده میکنیم برای این میکنیم که پرزنت ولیوشو بخونیم و بعد این رو بیایم مقایسه بکنیم با حالا یک عددی که مد نظرمون هست، بعد حالا یه خروجی رو خاموش یا روشن بکنیم. مثلا من میخوام موتور من بعد از 10 بار که استارت زده شد روشن بشه. اگر مستقیما اون موتور من به کیو وصل بشه، از وقتی که کانتر شروع به شمردن میکنه موتور روشن میشه، نه بعد از 10 بار. باید من مقدار کانتر رو بخونم، بعد این مقدار کانتر رو بدم داخل یه مقایسه‌گر و اون مقایسه‌گر رو با 10 مقایسه کنم و هر زمان به 10 رسید بعد موتورم رو استارت کنم. در مورد آف شدن هم همینطوریه. ولی ما در تمام کانترها و در تمام PLC ها همیشه اون خروجی رو داریم و اون خروجی رو ما معمولا در برنامه نویسی به یک تگی نسبتش میدیم، به یک تگی نسبتش میدیم که فقط ببینیم آیا کانترمون داره کار میکنه یا نه، که یه تاییدی بگیریم. گاهی مواقع هم اصلا وصل نمی‌کنیم، یعنی هیچ چیزی برای کیو ما قرار نمیدیم. نکته دیگه ای هم که در مورد کانترها وجود داره به صورت مشترک، کانترها پایه ریست دارن و هر زمان این پایه ریستشون فعال بشه کانتر صفر میشه به هر عددی که رسیده باشه. کانتر صعودی صفر میشه، کانتر نزولی هم همینطور و صعودی نزولی هم همینطور. یک پایه دیگه هم داریم ما به صورت پیوی، حالا در بک‌هوف پیوی عنوان شده. این پایه عددی رو از شما میگیره، مقداری رو از شما میگیره که از اون مرحله شروع کنه به صعودی یا نزولی شمردن. اگر این عددی که ما در پیوی تعریف میکنیم صفر باشه یا اصلا این پایه رو ما تعریف نکنیم، هیچ مقداری واسش قرار ندیم، کانتر صعودی شماره ما از صفر میشماره و میره به سمت بالا، حالا تا بی نهایت تا زمانی که اون رجسترش پر بشه، که کانترهای PLC بک‌هوف هم به صورت 16 بیتی 32 بیتی هست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر من در پیویم تعریف کنم عدد 5، وقتی که پایه صعودی شمار من در کانترم استارت میشه، عدد بعدی که شمارش میشه عدد 6 خواهد بود و از 5 بیس شمارش استارت میشه. اگر نزولی بخواید کانتر رو استفاده بکنید، از 5 میشماره میاد به پایین و بعد 4 3 2. نکته دیگه که در مورد کانترها وجود داره، ما کانتر منفی نداریم. مثلا ما نمیتونیم بگیم که مثلا منفی 2 تا محصول، منفی 3 تا محصول. پایین ترین حد شمارش در کانترهای هست. اگر حالا در پروسه هایی هست که شما پروسه هایی که انکودر رو استفاده میکنیم، گاهی مواقع هستش که ما یه سری پالس های صعودی شمار داریم، نزولی شمار داریم. اون دستورات برنامه‌نویسی خودش رو داره و ما گاهی مواقع میایم از کامپیرها استفاده میکنیم و میگیم اگر از صفر رد شد مثلا شروع کنه به منفی شمردن و یا منفی پالس رو بندازه. اینا دیگه بحث تخصصی نوع برنامه‌نویسی هستش که برنامه‌نویس باید برنامه رو بنویسه.
اما فعلا در حد همین کانترها بدونیم کافیه، چون باید این پایه‌هاش الان ما شروع کنیم. میگفتم یه پایه CV داره که این پایه CV همون کارنت ولیو هست که شما مقادیری که در حال شمارش هست رو در اونجا میبینید و خودش هم عنوان کرده که به صورت یه داده وردی هست. خب بیایم یه کانتر صعودی شمار رو ما در برنامه اضافه کنیم. مشابه تایمر میگه خب کانتر صعودی است و حالا اسمش رو من مشخص میکنم، همون کانت رو میزنم و اوکی میزنم. خب کانتر من اومد و در اینجا هم اسکوپش مشخص شد. پایه CU میخواد. من پایه CUی که واسش مشخص کردم همون تست استارت هم هست. خب یک پایه ریست میخواد که ما تصور میکنیم که همون استوپ هم رو بدم به، چون دیگه تایم نذاریم که یه متغیر جدید باز تعریف کنیم. ببینید اینجا ما یه پرزنت ولیو داریم، یک اوتپوت داریم و یه CV داریم. همونطور که گفتم اوتپوت رو من اگر بیام موتورم تعریف بکنم، به محض اینکه این پایه CU من استارت زده بشه موتور من روشن میشه. اما پروسه من اینجوری هستش که میخوام مثلا بعدش 5 بار استارت زدن خروجیم روشن بشه. پس اینجا ما نیاز نیست اون موتور رو بنویسیم و اگر خالی هم بذاریم هیچ اتفاقی برای پروسه‌مون نمیفته. دو تا فرآیند اینجا داریم. یکی PV، مثلا من اینجا میزنم 5. به همین راحتی عدد PV من 5 ثبت شد. بعد از 5 بار PV من 5 ثبت شد. یعنی این چی؟ یعنی اینکه اگر کانتر من استارتش زده بشه، عددی که شمارش میشه در کانتر من 6 خواهد بود، بعدی 7، بعدی 8، 5 میشه بیس شمارش. و اگر ریست من زده بشه که همون پایه تست استوپ من هست، کانتر برمیگرده دوباره 5. یعنی اگر تا 10 شمرده تا 20 شمرده، وقتی که بشه دوباره برمیگرده روی 5. اگر هم هیچی اینجا در پایه PV ما ننویسیم، شمارش ما از 0 خواهد. و در CV کارنت ولیو ما وجود داره که ما این رو لازم داریم به خاطر اینکه تعداد شمارش رو ما از این میگیریم و در مقایسه گرهامون استفاده میکنیم. پس اینجا باید یه داده وردی باشه، همونطور که در دیتا شیتش در قسمتی میخواستیم انتخاب کنیم اومد. مشابهی که برای تایمر نوشتیم اینجا فقط من یه اسم می‌نویسم، مثلا می‌نویسم کارنت و وقتی که اینو اوکی بزنم میاد میگه که خب داری یه وریبل جدید برای من تعریف می‌کنی. این وریبل اسمشو گذاشتی کارنت. حالا من اینو بزنم کارنت کانت که بدونیم داریم میزان مقدار لحظه‌ای شمارندمون رو می‌بینیم و تایپش وردی هست. شما البته این تایپ که می‌نویسه ورد میتونید دابل ورد هم انتخاب بکنید، اما مثلا دیگه نمیتونید اینجا بیایید. ببینید این قسمت رو وقتی که شما بزنید خب تا نوع دیتا تایپ ها میاد. وقتی که میگه وردی باید باشه شما میتونید دابل ورد هم استفاده کنید، میتونید دابل اینتیجر و این هم استفاده کنید. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر شما در مثلا نمیتونید تایم رو استفاده کنید یا نمیتونید اصولی رو استفاده بکنید که این نمیخونه یا نمیتونید ما استفاده بکنید. اگر وردی استفاده کردید و بعد شما بخواید دسیمالش بکنید باید از دستورات استفاده ورد رو حالا تبدیلش بکنید به دسیمال. یه نکته هم که هر دیتا تایپ رو درست انتخاب بکنید، به خاطر اینکه دیتا تایپی که شما استفاده میکنید به همون میاد از هر یه PLC تون میگیره. من مثلا یک کانتری که مثلا این کانتری که من دارم قرار ماکسیموم برای من تا 100 بشماره. خب ورد هم براش یک داده بالاست ولی خب ما دیگه ورد پایین‌تر نداریم. اما اگه من یک کانتری دارم که تا 100 میشماره، بعد بیام اینجا دابل ورد استفاده بکنم، در دابل ورد من میام 32 بیت از فضای حافظه‌مو اشغال میکنم فقط برای اینکه یک داده شاید 4 بیتی 5 بیتی رو استفاده بکنم. و این حجم بالا رو اگر چند تا از این تایمرها و کانترها رو
دیتا تایپاش رو استفاده اشتباه بکنید یه حجمی از CPU رو برای پردازش میگیرید که استفادهتون هم نمیشه و فقط داره زمان و سیکل اسکن PLC رو میبره بالا. خب اینجا میتونید بازم کامنت بگذارید و اوکی میکنید. وقتی که اوکی میکنید عملا میاد برای ما این دادمون رو میخونه. حالا من اینجا چون کارنت کانتش کردم ما اینو چیزش میکردیم که حالا در این حال ما درست شد، چون ما تگ رو تغییر که اینجا کارنت تعریف کردیم بعد رفتیم اونجا اسمش رو تغییر دادیم برای ما قرمز شد. خب الان ما هیچ خط قرمزی اینجا نداریم و یه شمارنده سعودی شمار مشخص کردیم که اینجا عنوان کرده این شمارندمون رو. اون فرآیندهایی که در مورد آدرس در مورد تایمر گفتیم اینجا هم ست میکنه. شما میتونید برای این کانترتون یک آدرسی تعریف بکنید و هر زمان اون آدرس رو فراخوانی کردید و استفاده کردید همواره همین کانتر با همین مشخصات برای شما استارت میشه و اینکه نحوه تعریف هم اینجوری کانتر ما استارت که زده بشه شمارندمون از 5 شروع میکنه و به بالا میره و وقتی تست استاپ رو بزنیم کانترمون ریست میشه و میزان شمارش رو هم در این پایه سی بی میبینیم و توضیح هم دادیم که چرا کیو رو ما تعریف نکردیم. انشاءالله امیدوارم در جلسه آینده، من فکر میکنم این جلسه هم تموم شد، البته تو برنامه‌مون هم نیست که واقعا این کار انجام بدیم چون هنوز من یه 2 قسمت دیگه هم باید بگم. ما در جلسه آینده مقایسه گرها رو خواهیم گفت که خیلی باش سر و کار داریم و استفاده از فلیپ فلاپ ها که ما فلیپ فلاپ های SR و RS رو هم داریم و تفاوت هایی که ممکنه داشته باشه و در برنامه برامون ایجاد بکنه. یه نکات دیگه ای هم هست در مورد این قسمت من بگم. البته اینو اجازه بدیم من بیلد بزنم که بعد کار دیگه ای کردم ایرور به من نده. خب ببینید ما اینم به شما بگم چون الان اتفاق افتاد فراموش نکنم. دقت کنید اینکه ما برای یک لایبرری برای یه تابعی تمام اطلاعاتش رو باید حتما تگ نویسی کنیم و تکمیل بکنیم، در غیر این صورت PLC به ما فالت میده وجود نداره در بک‌اپ. در این مثال ما الان کانتر رو استفاده کردیم اما برای کیو هیچ دستوری و هیچ تگی تعریف نکردیم. برنامه هیچ اروری نداد و عملا این کانتر من هم کار میکنه. اما ممکنه شما، حالا ما در کانتر اینو نداریم ولی در بعضی از مثلا در جلسه آینده بخوایم در مورد کامپیرها صحبت بکنیم، وقتی که یه کامپیر رو میاریم و میخوایم 2 تا مقدار رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، خب تابع در حقیقت از شما 2 تا مقدار رو میخواد و اگر هر کدوم از این مقادیر رو شما ننویسید یا براش مشخص نکنید ارور میده و فالت میده و از شما میخواد که حتما تکمیل کنید دستور و استراکچر رو به صورت کامل و صحیح. از نظر استراکچر برنامه نویسی شما استراکچر کانتر سعودی شما رو درست انجام دادید و هیچ مشکلی هم نداره. حتی من میتونم پایه CV رو هم پاک کنم، میتونم پایه PV رو هم پاک کنم و هیچ مشکلی نداره برای دستور برنامه نویسی. بعد حالا در حین اجرا اگر مثلا کانتر به مشکلی بخوره خب اونجا دیگه مشکل نویسی هست. در زمانی که من صحبت از بیلد کردن یا کامپایل کردن برنامه گفتم خاطرم هست چندین بار گفتم که وقتی که ما بیلد میزنیم یا کامپایل رو انجام میدیم، کامپایل رو انجام میدیم، برنامه ما و ساختارش رو میاد بر اساس قوانین و استراکچر برنامه نویسی میچینه و تست میکنه که آیا درست هست یا نه. در غیر این صورت
منطق یا اون استپ های برنامه نویسی رو نمیتونه چک بکنه و اونقدر نهادها هوشمند نیست که ببینه شما برنامه رو درست نوشتین از نظر استراکچر برنامه نویسی یا نه. خب در این قسمت اینستنس ببینید ما در قسمت تایمرها خب ما دو مدل تایمر داشتیم که تفاوت داره اینا با هم دیگه و همونطور که عنوان شده لانگ تایم، اینها تایم‌های طولانی. ببینید ما نمیخوام به صورت خیلی تخصصی یا سنگین صحبت کنیم. ببینید تصور کنید که ما یه تایمینگی داریم. این تایمینگ ما قرار 60 ثانیه کار کنه، 70 ثانیه کار کنه، 100 ثانیه کار کنه. یه تایم محدودی رو قراره کار بکنه و شما وقتی که این تایم داره کار میکنه داره روی یک رجستری روی PLC کار میکنه و این رجستر یه حد ماکسیمومی داره. مثلا اگر داده شما اگر داره 16 بیتی کار میکنه نهایتا مثلا تا 2 میلیون خورده فرزند ثانیه استفاده میکنه. اما یه زمانی هستش که شما تایمتون طولانی تر از این هست. خب ما دو حالت برنامه نویسی داریم. در یک سری PLC ها ما لانگ تایم رو نداریم. در لانگ تایم اتفاقی که میفته زمانهای طولانی تر به شما میده، زمانهایی شاید مثلا در حد 1 روز 2 روز به شما میده و حتی شاید هم تعریف بیشتر، چون تا زمانی که اون رجسترش پر بشه و باید توضیحاتش رو شما دقیق‌تر بخونید. اما این زمانی هستش که شما میخواید تایمرهایی رو تعریف کنید. تایمرها خیلی طولانی هستن. مثلا شما یک تایمری میخواید تعریف کنید که 5 روز این تایم اتفاق بیفته و بعد یه خروجی فعال بشه. خب اون موقع برای این تایم ها تایمر آن دیلی و لانگ آن دیلی مناسب نیست، چون این تایمرها نمیتونن 5 روز کار بکنن و شما دو کار میتونید انجام بدید. یا باید بیایید از کلاک PLC تون استفاده بکنید، یعنی مستقیما از کلاک PLC اطلاعات رو بخونید، تایم و تاریخ رو بدونید و بعد بگید که الان ساعت 20 هست و 20 مورخ مثلا 10 ژانویه هست. در ساعت 20 مورخ 15 ژانویه حالا خروجیم فعال بشه و بتونید از کلاک PLC استفاده کنید که در صورت کلاک PLC در صورت هست. یا این که شما بیایید از تایمرهای تو در تو استفاده کنید، یعنی یه تایمر برای اینکه بعد از 5 روز قرار باشه یه تایم اتفاق بیفته، خروجی فعال بشه، شما تایمری رو امروز استارت میکنید و بعد از اینکه 1 روزش تموم شد این تایمر رو استارت کنید، تایمر بعدی رو روز دوم، همینطور به روز سوم و هر تایمر لانگ رو برای 1 روز تعریف بکنید و 5 روز این کار رو تکرار بکنید. تایمر قبلی خروجیش بشه تایمر استارت تایمر بعدی. و خب نکته‌ای که وجود داره اینه که ما این فرایند رو در تایمر در کانترها، چون کانترمون 32 بیتی هست و یه حد میزان زیادی رو میشماره، این محدودیت رو نداریم. معمولا کانترها رو برای شمارش محصول استفاده میکنن و وقتی یه کانتر 32 بیتی استفاده میشه، این کانتر 32 بیتی تا چند میلیارد رو میتونه بشماره و این حجم از محصول رو معمولا در یک سیکل خونده نمیشه. ولی خب حتی در مورد کانترها هم میشه یک کانتر وقتی که از یک میزانی بیشتر شمرد دادهش رو ذخیره بکنیم در یه رجستر، حفظش بکنیم، اون کانتر رو ریستش بکنیم برگرده به صفر و هر زمان که رسید به ماکسیموم شمارشش با عدد قبلی که داخل رجسترمون ذخیره کردیم جمع کنیم و اینجوری عملا بتونیم داده رو هی افزایش بدیم. یک سری ریزه‌کاری‌های برنامه‌نویسی هست. نکته‌ای که فقط می‌خواستم بگم این بود که این تفاوت این تایمر معمولی و لانگ تایم
رو میزان حجمی است که میتونه برای شما تایم گیری رو انجام بده. خواهشی که ازتون دارم حتما تایمرها و کانترها رو مثالهای مختلف کار کنید. این وریبل ها رو تغییراتش رو انجام بدید. مثلا وریبلی که اینجا در مینتون تعریف کردید یک بلوک برنامه دیگه بسازید و ببینید آیا میتونید همین کانتر رو با همین تگ نیم در اون بلوک هم فراخوانی بکنید یا نه، چه تفاوتی داره با این گلوبال ها. دیتا تایپ ها رو تغییر بدید، مثلا این ورد رو تبدیلش کنید به دابل ورد یا مثلا به یک ریل تبدیلش کنید ببینید مثلا برای شما فالس میده یا نمیده. اینجا وریبل ها رو به صورت اینپوت آوتپوت تعریف بکنید و خودتون رو به چالش بکشید با مثالا و حالتهای خطا و فالت مختلف تا بتونیم بیشتر با تجربه بشین در این قسمت تایمرها و کانترها. خب برای این جلسه کافیه. ما جلسه آینده مقایسه‌گرها رو خواهیم گفت با هم دیگه و در مورد فلیپ فلاپ ها صحبت خواهیم کرد و نحوه استفادهشون در برنامه و اینکه در مقایسه‌گرها ما 100% نیاز به این داریم که تبدیل ها و کانورتر ها هم با هم دیگه صحبت بکنیم و عملا ما باید 3 تا بحث رو صحبت بکنیم در جلسه آینده: کانورت دیتا تایپ ها به هم، کامپیر رجستر ها با هم و در نهایت فلیپ فلاپ های مختلفی که در توین کت داریم. خیلی ممنون برای توجهتون به این جلسه و من همیشه آمادگی برای شنیدن صحبت‌های شما، انتقادات شما و پیشنهادات شما هستم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.